عروس هلندی توتی با اندازه متوسط و کوچکترین عضو از خانواده توتی‌های کاکلدار است که از جمله توتی‌هایی است که توانایی سخن گفتن داشته و پرورش آن نسبتاً راحت است. این پرنده که رنگ‌های متنوعی دارد، در ایران پس از مرغ عشق محبوب ترین پرنده زینتی شناخته می شود. ولی حالا چرا به عروس هلندی که بومی استرالیاست هلندی میگویند؟ قسمت اول اسمش یعنی عروس به دلیل شباهت تاج پرنده به توری عروس است. ولی قسمت دوم اسمش یعنی هلندی به دلیل این است که نام علمی عروس هلندی نیمفیکوس هلندیکوس یه معنای الهه جدید هلند است. هلندیکوس خودش به معنای نیو هالند یا همون هلند جدید است. که خود همین اسم هم نام تاریخی استرالیاست و در نهایت هم اسم عروس هلندی از همین نام گرفته شده و به معنی الهه جدید هلند است. حالا شاید بگید چرا نام تاریخی استرالیا نیو هلند است؟ جواب کامل این سوال رو در ویدیوی جداگونه توضیح میدم، ولی به طور خلاصه بخوام بگم به این دلیله که اولین بار دریانوردان هلندی ساحل غربی استرالیا رو کشف کردند و اون رو نیو هلند به معنی هلند جدید نامگذاری کردند. این پرنده در حدود 300 سال پیش از استرالیا به اروپا برده شد و به دلیل زیبایی، جثه مناسب، قابلیت یادگیری و تقلید صدا و حرکات و نگهداری نسبتاً ساده باعث شد این پرنده در گذر زمان به ویژه در قرن 20 به سرعت جای خود را در میان دوستداران پرندگان زینتی باز کند و به یکی از محبوبترین گونه‌های توتی در جهان تبدیل شود. و حالا انواع رنگ عروس هلندی و رنگ اولیه و مادری عروس هلندی چیست؟ عروس هلندی دارای رنگ‌های گوناگونی است، ولی رنگ مادری یا اولیه آن خاکستری یا همون سینامون است. پس این همه رنگ‌های گوناگون عروس هلندی از کجا اومده؟ تفاوت رنگی که در این پرنده مشاهده می شود ناشی از جهش‌های ژنتیکی متعدد بوده که طی سالها باعث به وجود آمدن نژادهای گوناگون شده. به طوری که امروزه 17 رنگ مختلف از عروس‌ها شناسایی شده که به چند تا از اونها اشاره می‌کنیم. رایج‌ترین این رنگ‌ها شامل خاکستری، رنگ پایه و اصلی با بدن خاکستری، گونه نارنجی و تاج زرد، آلبینو، بدنی کاملاً سفید با چشم‌های قرمز، لوتینو، بدنی کاملاً زرد با گونه نارنجی روشن و چشم قرمز، مرواریدی، پرهای دارای طرح پولکی شکل با رنگ روشن‌تر در نوک پرها. ابلق، ترکیبی از رنگ‌های خاکستری، سفید یا زرد به صورت نامنظم. دارچینی، پر قهوه‌ای روشن مایل به خاکستری و رنگ دم قهوه‌ای برنزی یا همون خاکی و در نهایت مشخصات کامل این پرنده دوست داشتنی. عروس‌های هلندی پرندگانی با اندازه متوسط هستند که طول آنها معمولاً بین 25 تا 35 سانتی متر و وزن در حدود 78 تا 125 گرم با تاج‌های بلند و تیز بر روی سرشان که بسته به حالت و احساسات پرنده ممکن است افراشته، نیمه افراشته و خوابیده باشد و دارای لوب‌های نارنجی یا قرمز رنگ در طرفین صورت که به عروس هلندی ظاهری جذاب و دوست داشتنی می‌دهد. طول عمر عروس هلندی‌های خانگی میانگین به 20 سال میرسد که این رقم در حیات وحش 15 سال است. اگر شرایط نگهداری عروس هلندی عالی باشد، این رقم حتی میتواند به 30 سال نیز افزایش پیدا کند. اگر از این ویدیو خوشتان آمد ممنون میشیم از ما حمایت کنید. و اگر از عروس هلندی این پرنده زیرک و باهوش و در عین حال خرابکار را دوست داشتید، در ویدیوهای دیگر از نحوه نگهداری و تغذیه‌شون بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. و در نهایت تا ویدیوی دیگر بدرود.